تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعلای گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. توجیک ایر شکایت دارد که فرودگاه دوشنبه با این شرکت هوایی مثل فرزندی اوگای مناسبت میکند. مشتریان تیسل از آن نگرانند که در نهایت امر جریمه این شرکت موبیل را آنها پرداخت خواهند کرد. شاید اندازها بالاتر شوند، نرخنامه‌ها زیادتر شوند. و چرا پرزیدنت جمهوری چخ به تشکیل مرکز پژوهش و مقاومت به اخبار تقلبی مخالف است؟ Nepotřebujeme cenzuru. با ما цензура لازم نیست و ما پالیسی ذهنی لازم نیست. اگر ما میخواهیم در جامعه آزاد و دموکراتی زندگی کنیم با ما اداره ناظر مطبوعات و اطلاع لازم است. A demokratické společnosti. مقامات شهر اصفهان میگویند در پی زنازنه گروهی از جوانان قرغیز و توجیک 3 شهروند توجیکستان جراحت برداشتند. این زد و خورد شام 22 ینور در روستای کوکتوش ناحیه بادکند قرغیزستان صورت گرفته است. تبارک فیض‌الله و معاون رئیس شهر اصفهان میگوید حادثه زمانی رخ داد که 3 ساکن روستای سامانیان از بازی فوتبال دوستانه دو طرفی مرز برمیگشتند. خدمات مرزبانی قرغیزستان 23 ینور با پخش اظهارات رسمی وضع در مرز با تاجیکستان را خوب ارزیابی کرد، ولی گفت که جانب‌ها برای جلوگیری از همه گونه زنازنی‌ها نظارت را تحکیم بخشیدند. با اطلاع اینها در پی زنازنی یک منزل و 4 ماشین متعلق به ساکنان دو طرف مرز ضرر دیدند. در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری ادامه دارد. با قرار پرزیدنت تاجیکستان روز 23 ینور شیرعلی گنجالزاده از مقام وزیر نقلیات برکنار و به وظیفه معاون وزیر تعیین گردید. جای او را در این مقام رئیس ناحیه روشن خدایارزاده گرفت. دلمراد دولتزاده از وظیفه رئیس پالاتای حسابی تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتنش برکنار شده. فاروق همرلی زاده برای جایگزینی او پیشنهاد شده است. به کرسی خالی شده رئیس آژانس ضد کروپسیون سلیمان سلطان تکیه زد. در این وظیفه تا چند روز پیش رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان کار میکرد که روز 12 ینور به جای محمد سعید عبیداللهیف شهرداری دوشنبه تعیین شد. برنامه را ادامه میدیم. مسئولان توجیک ایر میگویند اگر حکومت در استفاده فرودگاه و سوزشواری برایشان امتیاز ندهد توان رقابت با شرکت‌های هواپیمایی خارجی را از دست خواهند داد. خلیل رحیموف رئیس توجیک ایر روز 23 ینور در نشست خبری گفت این شرکت در شرایط بازار نوسالین فعالیت دارد. ما هم در خارج 100% میسپریم، هم در جمهوری خودمون، در وطن خودمون. شرکت‌های خارجی هم در ایرپورت‌های وزیرونی وطنیشون 50% میسپرن، با در وطنی ما هم اومده 50% میسپرن. در همین حال از فرودگاه دوشنبه گفتند که شرکت‌های وطنی با شمول توجیک ایر هنوز 60% برای خدمت رسانی‌های این فرودگاه تخفیف دارند. گذشته از این مسئولان فرودگاه دوشنبه میگویند توجیک ایر از آنها 70 میلیون سومانی قرضدار بوده تا هنوز قطع نکردن پروازهای این شرکت از این فرودگاه خود یک امتیاز برای توجیک ایر است. روز دوشنبه در پایتخت قزاقستان شهر استانا مذاکرات آتشبس در سوریه آغاز یافت. در نشست 2 روزه هیئت‌های حکومت سوریه و مخالفین آنها همراه با سرپرستان این روند نمایندگان کشورهای روسیه، ترکیه و ایران حضور دارند. جریان مذاکرات را سفیر ایالات متحده آمریکا در قزاقستان و نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان د میستورا نظارت می‌کنند. ساجده میرزا موضوع را پیگیری کرد. روز دوشنبه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه مذاکرات صلح سوریه با اشتراک هیئت حکومت بشار اسد و مخالفین آن آغاز یافت. یک روز پیش از آن روسیه، ترکیه و ایران پیشنویس سازش صلح را تهیه کردند که هدف آن تحکیم آتشبس محیط کبر و ارزیابی دریافت راه حل آسایشته نزاع 6 ساله در سوریه است. این اولین ملاقات روبروی هیئت‌های حکومت و مخالفین سوریه است. این روند که در ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد شروع شده بود، 1 سال این جانب خاموش بود. در آغاز نشست آستانه وزیر کارهای خارجه قزاقستان پیام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را ارائه کرد. غیرت عبدالرحمانوف گفت واخوری امروزه شهادت واضح کوشش‌های جامعه جهانی بهر دریافت راه حل آسایشته نزاع در سوریه است. قزاقستان باور دارد که یگانه راه رفع بحران مذاکرات است که بر پایه اعتماد و همدیگر فهمی جریان خواهد گرفت. در عرفه مذاکرات رئیس هیئت سوریه با خبرنگاران ملاقات کرد. البته این ملاقات جدولی کاری است و مسئله های معین دارد.
هدف دستیابی به آتش بس و عقب کشیدن گروه‌های مسلح است که برای اشتراک در این مذاکرات راضی شدند. باید آنها را از نصره و گروه دولت اسلامی جدا کرد و برای مقاومت با تروریسم به موافقه رسید. این برای همه اشتراکداران مذاکرات در آستانه مثل امتحان خواهد بود. ایالات متحده آمریکا را در مذاکرات سفیر این کشور در قزاقستان جورج کرول نمایندگی می‌کند. ما امید داریم که هنگام مأموریت دونالد ترامپ تلاش آمریکا به سوی حل مصالحت‌آمیز نقش مثبت خواهد داشت. طبق اطلاع رسیده مخالفین حکومت میگویند که تنها درباره رعایت نظام آتش بس و انتقال کمک‌های بشری صحبت خواهند کرد. به گفته آنها گروه‌های شبه نظامی زیر سرپرستی ایران آتش بس را رعایت نمی‌کنند. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه 8 فوریه در ژنو دایر خواهد شد. برمیگردیم به تاجیکستان. 3 شرکت بزرگ موبیلی تاجیکستان که بیش از 50% مشتریان موبیلی کشور را در اختیار دارند از سوی کمیته انداز جریمه بندی شدند. رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرتالله دولتزاده روز 20 январ ضمن نشست خبری گفت این شرکت‌ها معیار انداز سپاری را نقض نمودند. این مقامدار میگوید از جمله انداز و جریمه بندی شرکت تیسل که 155 میلیون سومونی را تشکیل می‌دهد در بررسی دادگاهی قرار دارد. تفصیلات موضوع از عبدالله اشرف. کمیته انداز تاجیکستان در رابطه با جریمه 155 میلیون سومانی شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان اظهار نظر کرد. نصرتالله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در پاسخ به خبرنگاران گفت که این تنها شرکت تیسل نیست که در سال جاری در پی سنجش ها و آشکار شدن اندازهای ناسپرده جریمه بندی شد. نصرتالله دولتزاده گفت کارمندان کمیته انداز در پی یک سنجش پرداخت نشدن اندازها را در شرکت موبیلی تیسل آشکار کردند و جمع اندازهای ناپرداخته و جریمه های آن 155 میلیون سومانی را تشکیل کرده است. با گفته رئیس کمیته انداز حالا جانب‌ها وارد یک بحث دادگاهی شدند و پس از حکم دادگاه معلوم می شود که شرکت موبیلی تیسل این مبلغ را به بودجه دولت تاجیکستان پرداخت می کند و یا خیر. ما هرچند برنامه‌های کامپیوتری تکمیل داده استیم که برای پیشگیری کردن همین قانونشکار متاسفانه روحی نو بنفشه من جستجو کرده گفته استفاده غیر قانونی استفاده میبرند. در حالی که شرکت موبیلی تیسل از یک جانب و از جانب دیگر کمیته انداز تاجیکستان وارد یک بحث دادگاهی شدند، مشتریان شرکت تیسل از آن نگرانند که جریمه شدن شرکت موبیلی تیسل باعث گران شدن نرخ‌های خدمت رسانی این شرکت نگردد. شاید اندازها بالاتر شوند، نرخنامه‌ها زیادتر شوند. جناب دولتزاده همچنین در رابطه با دیگر شرکت‌های موبیلی گفت که آنها نیز به روی پوش کردن انداز در سال گذشته دست زدند و در پی یک سنجش این عملکرد آنها آشکار شده است. در پی این شرکت میگافون به قدر 155 میلیون سومانی و شرکت موبیلی بیلاین به قدر 153 میلیون سومانی جریمه بندی شدند. این شرکت ها نیز از بالای این حکم کمیته انداز به دادگاه شکایت بردند، اما در دادگاه بالاخره این دو شرکت مغلوب شده و همکنون مجبورند این مبلغ را به فایده بودجه پرداخت کنند. با گفته مسئولان کمیته انداز همکنون شرکت میگافون کل این مبلغ یعنی 155 میلیون سومانی را به بودجه دولت پرداخت کرده است، اما شرکت بیلاین تنها 80% آن را و باقی مانده مبلغ را باید دوره به دوره پرداخت نماید. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. در جمهوری چک مرکز پژوهش و مقاومت به اخبار تقلبی تأسیس یافته است. حکومت می‌خواهد از تاثیر معلومات اغواءبرانگیز به خصوص اطلاع بر دروغ در سال انتخابات عموم پیشگیری کند، ولی پرزیدنت چک پایه‌گذاری مرکز را به سانسور شباهت داده است. بحران مهاجرت را ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده است و کشتی عظیم تیتانیک نه بر اثر برخورد با یخباره بلکه در نتیجه ساختکاری سقوط سقوط کرد. رادیوی چک یک گزارش می دهد که این دو خبر بی اساس سال 2016 در میان مردم کشور سر و صدای زیاد برپا کرد. وزارت کارهای داخلی چخیه برای مقاومت با نشر هر گونه اخبار بر دروغ اداره خاصی را تحت رهبری ایور رمانسووا تأسیس داد.
خدمات اکتشافی ما چند سال این جانب اطلاع می‌دهد که خطر اساسی از سوی روسیه می‌آید و سال‌های آخر با افزایش به اصطلاح عملیات گیبریدی یا خود ترکیبی این کشور به تهدید جدی تبدیل یافته است. یک پژوهشگاه مشهور چیخ تاکید می‌کند که ده‌ها سایت اینترنتی و نشر معلومات افراطگرایانه و اغوا برانگیز که از کرمل پشتیبانی می‌کنند مشغول است، ولی تأسیس دهنده این مرکز با تنقید پرزیدنت جمهوری چیخ زمن روبرو شد. Nepotřebujeme cenzuru. با ما цензура لازم نیست، با ما پالیسی ذهنی لازم نیست. اگر ما می‌خواهیم در جامعه آزاد و دموکراتی زندگی کنیم، با ما اداره ناظر مطبوعات و اطلاع لازم نیست. a demokratické společnosti. سخنگوی پرزیدنت جمهوری چیخ با تمسخر مرکزی مقاومت به اطلاع بر دروغ را به وزارت حقیقت در اثر اورول شباهت داده افزوده است که این عمل خصمانه در مقابل پرزیدنت منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ انجام می شود. اما رمانسووا اصرار می کند که در شبکه اجتماعی توییتر اخبار بر دروغ به طور رکوردی افزایش یافته است. ما سعی داریم این اطلاع را دسترسی عموم کنیم که مردم از اخبار هدف نه цензура بلکه انتشار معلومات واقعی در مقابل معلومات تقلبی است. خدمات ضد جاسوسی چخیا هشدار می‌دهد که کرمل می‌خواهد توسط اخبار تقلبی اعتماد به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا را زیر سوال برده افراطگرایی سیاسی را تشویق کند. ماه اکتبر سال روان رای دهندگان چخ در انتخابات عمومی اشتراک می‌کنند. رمانسووا تاکید می‌کند که وظیفه اساسی مرکز مقاومت به اخبار بر دروغ جلوگیری از تأثیر بیرونه به این معرکه است. و در دوشنبه خوش‌سلیقه‌های پایتخت را اعلام کردند. رادیوی وطن برای ششمین بار این مراسم را برگزار می‌کند و مسئولانش میگن غالبان طریق رایدهی در شبکه‌های اجتماعی انتخاب شدند. برای دریافت این عنوان 300 نفر داوطلب بودند. همکاران ما هم در مراسم جایزه سپاری شرکت داشتند. Замечательный пример того, как родители могут изменить все в жизни детей. کودکان دارای معیوبیت رو به جامعه وارد میکنن، به مکتب‌های عمومی تعلیمی، به باغچه‌ها. یعنی کاری ما همین است و من بسیار خرسند هستم که کاری ما رو به نظر گرفتم. ضمیره برای تربیت و پرستاری کودکان امکانیتشان محدود صاحب جایزه تاپ 50 خوش‌سلیقه دوشنبه گردید. او در برابر فرزند 20 ساله معلول خود با دیگر کودکان دارای امکانیتشان محدود دستیاری دراز می‌کند. استقبال بگیرید برنده جایزه تاپ 50 نفر خوش‌سلیقه شهر دوشنبه در سال 2016 شاعر خلقی تاجیکستان مومین قناعت. در قطار ضمیره به 49 نفر دیگر در مراسم جمع‌بست آزمون تاپ 50 خوش‌سلیقه دوشنبه جایزه ها تقدیم گردید. رادیوی وطن برای ششمین بار 50 خوش‌سلیقه دوشنبه را انتخاب کرد. در پی قضاوت داوران شاعر مشهور تاجیک مومین قناعت، آوازخوان اپرا ادهم خالقوف، شهرت اشورف سابق رئیس اتحاد آهنگسازان تاجیکستان، منوچهر جلیلوف حملگر دسته استقلال دوشنبه از بهترین خوش‌سلیقه ها دانسته شدند. من فکر نمی‌کردم که در وطن خودم نام خدمت نشان داده، نام خلقی بعد رهبر بدی شده با این نام بلندترین را موفق شدم. من بسیار بسیار خرسند. چیکار کنیم 25 سال برای اروپا بخشیدیم. اکنون تمام هنر و تمام هر یک چیزی که آموختیم در صحنه بین الخلقی برای وطن آوردیم. سبحان جلیلوف از دستاندرکاران این آزمون میگوید ساکنان شهر طی 2 ماه با فرستادن پیامک‌ها و شهرهای خود خوش‌سلیقه‌های دوشنبه را معین کردند و داوران از بین 300 برنده 50 نفر اول را سزاوار جایزه دانستند. ما گفتنی نیستیم که این شهر ما مثلا امسال فقط 50 خوش‌سلیقه داشت، از این بیشتر داشت و دارد و ما با امید هستیم که عمر این جایزه ما دراز است و ما امکان می‌یابیم که برای هر نفر ساکن پایتخت تاجیکستان که در سمت خود
як салиқа ва услуби хоса дошт, дар самти худ комёбу муваффақ буд, он нафарро муаррифӣ кунем барои нафарони дигар, ҳамчун як намуна, ҳамчун як идеал шояд. бо ин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. ахбори бештар ва видеоҳои диданиро дар вебсайти озоди.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ дунбол кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.